امروز برنامه‌مون در مورد چند تا از ناکاوت‌های باحال محمد علیه. برنامه‌های مختلفی ازش گذاشتیم در کانالمون. امروز چند تا از ناکاوتاشو هم ببینید چقدر قشنگ به حریف جب جب میزنه، بعد شروع میکنه ضربه‌های مخصوص خودشو زدن. ضربه‌های مخصوص خودشه، این مدلی میزنه، یعنی ترکیب بین هوک و آپرکاته. بعدش هم میاد دلجویی میکنه از حریفی که ناکاوت شده بود. مبارزه بعدیش در راند هفتم باز دوباره نقطه‌ای به سر و صورت حریفش ضربه میزنه. نگاه کنید دستاشو، جب جب یه رایت پانچ محکم به صورت حریف زد و حریفش ناکاوت شد. و یه خصلت جالبی که داشت، حریف دیگه میخواست ناکاوت بشه نمیرفت دوباره بزنه، میگفت خیلی زیبا میفته خود شخص وقتی که حالت طبیعی میفته تا اینکه من به زور بندازمش. راند پنجم مبارزه دیگه‌اش، آپرکات، باز در برگشت رایت پانچ وحشتناک شد. جب که میزد رایت پانچ بعدیشو وحشتناک میخوام به صورت حریفو ناکاوت میکرد. اینجا باز حریفش ناکداون شد. این دستو چجوری میچرخونه؟ یعنی من آمادم تو ناکداون شدی، آمادم و بیای زدم ناکاوتت کردم. دست چه فیلمی بود، خداییش فیلم ترین آدم بوده، واقعا بی‌نظیر بود. عجب لفوک وحشتناکی رو میزنه محمد علی. هیچ وقت دوست نداشتش بگم محمد علی کلی، ما هم بعضی وقتا میگیم، ولی فقط محمد علی دوست داشت. باز دوباره یه رایت پانچ و در برگشت یه هوک تمام میکنه کارو. نگاه کنید باق اینجا میزنه، در برگشت سرش که میره این. نگاه کنید اینجا چجوری حریفو ناکاوت میکنه. یه دونه رایت پانچ و در نهایت یه دونه با دست چپ هم ضربه بهش میزنه و میارتش در خیال. تو رایت پانچ کارشو تمام کرده. مبارزه بعدیش سیاه سفید دارید میبینید، اون مشتای مخصوص خودش باز عجیب میزد این ضربه ها رو. هوکاش خیلی آرنجش خم بود و سرعت خیلی بالایی داشت و بی‌نظیر نقطه‌ای به حریفاش ضربه میزد. سرعت بالایی که داشت در سنگین وزن، سرعت سبک وزن و حریفا رو تموم میکرد. اینجا تکنیکال ناکاوت کرد حریفش رو. مبارزه بعدیش ببین چجوری حریفو نقطه‌ای تا 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 پشت سرم عین مسلسل ضربه زد و حریفو تموم کرد. چقدر زیبا. محمد علی پایه‌گذار این کارا بود. ما داریم در مورد کسی صحبت می‌کنیم پایه‌گذاره، وگرنه ادا در آوردن کسی که کاری نداره. الان همه اداشو در میارن. پایه‌گذار این ضربات عجیب غریب بود محمد علی. سرعت زیاد، جا خالی دادنای خوب، نفس گرفتناش. یه زمانی بوکس فقط زور مهم بود، یا مشت محکم بزن حریفو بنداز. معادلاتو عوض می‌کرد محمد علی. خوبم این کارو انجام میداد. جب 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 رایت پانچ. واقعا این کنترل کردن با جب مال خودش بود، همزمان با رقص پاهاش. جا خالی ریلکس، جب رایت. چه ریلکس به حریفاش ضربه میزنه. ببینید جب 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 رقص پا و تکنیکال ناکاوت. تکنیکال ناکاوت. داور تصمیم میگیره که تموم آقا شما نمیتونی ادامه بدی. نقطه ضربه زدن رو ببینید به سر حریف. تق تق. حریفش گیجه، اصلا میخواد ضربه بزنه نمیتونه چون چند تا ضربه خورده. بازم ضربه‌های پی پی. اینجا میتونیم بگیم کار حریف تمومه. 2 تا دیگه بزنه تمومه. بله سکندری یه دونه دیگه هم رایت پانچ میزنه. چاشنی کار که ریلکس بیافته پایین حریفش. محمد علی چه کرد اینجا با حریفش و تموم میکنه کار. نگاه کنید این رایت پانچی که زد و خدا نگهدار چه فلشی زد تو چشمون. موقع فکر کنم خیلی از فیلم بردار هرس می‌خوردن دست عکاسا. باز مبارزه بعدیش رقص پایی که داریم، چرخشی که میزنه، میچرخه به سمت دست چپ، میچرخه به سمت دست راست. حریف نتونه خوب بخوابونه ضربهش رو و در برگشتاش اون رایت پانچای وحشتناکش میزنه. لفوک خوب گاردش رو همچنان حفظ کرده. ضربه‌های پی به سر و صورت حریف و داور که یه نگاه بهش میندازه نمیتونه ادامه بده یا نه. کنم میارتش که داور پزشک چکش کنه و در نهایت پیروز مبارزه میشه محمد علی. باز اینجا چپ راستای عالی، آپرکات، باز دوباره رایت پانچه آتشین خودش رو میزنه. نگاه کنین استادیوم چجوری بوده. فیلم برداری‌ها رو ببینید. سیاه‌سفید جمعیت زیاد اومدن محمد علی رو ببینن. واقعا فکر نمی‌کنم موقع فکر می‌کردن که یکی از تاریخی ترین بوکسورای
تاریخو دارن میبینن بازیاشو و بعد از این همه سال ما هنوز داریم میبینیم. ضربه ها رو نگاه کن، نقطه ای، طرف فقط داره دفاع میکنه، کاری نمیتونه بکنه. تا میخواد تکون بخوره 4 تا ضربه میخوره از محمد علی. The greatest, the champ، محمد علی. اینا نیکنیماشه. قدیم اسمش کاسیوس کلی بود، الان محمد علی. گوشه رینگ گیر انداخته حریف رو، نقطه‌ای داره ضربه به سر صورت میزنه و داور میبینه میتونه ادامه بده، تموم میکنه کارو. باز تکنیکال ناکاوت، TKO یعنی تکنیکال ناکاوت. داور تصمیم میگیره حریف نمیتونه ادامه بده و تموم میکنه کار رو. حریفاشو اینجوری میکردن، انقدر ضربه میزد بهشون که گیج میشدن. چه ناکداونی کرد حریفو. و حریفی که یه بار ناکداون بشه مغزش دیگه اونجوری کار نمیکنه، مغزش اصلا خوب دیگه کار نمیکنه. نگاه کن، ضربه پیاپی پشت سر هم به سر و صورت حریفش الان تار میبینه، چشاش اینجوری میبینه، گیج داره میزنه. بعد همزمان باید دفاع هم بکنه، بعد بعضی وقتا هم بزنه کی رو، کسی که الان مغزش داره خوب کار میکنه، سرعتش بالاست و داور تصمیم میگیره مبارزه رو تموم بکنه و باز تکنیکال ناکاوت. باز تکنیکال ناکاوت بعدی. محمد علی حریفش اصلا اجازه نمیده نزدیک شه. حریفش تا میخواد نزدیک بشه هوکا رو ببینید چجوری میزنه، رایت پانچای عالی، دفاع خوب. و حریفی که گیج سکندری میخواد بخوره، الکی رقص پا میره که بگه من حالم خوبه، ولی پا با آدم حرف میزنه تو بوکس. تو رزمی پا حرف میزنه، پا که میره یعنی حریف رفته. برای اینکه بتونه وایسه خودش رو میچسبونه عقص به این تنابا که بتونه تعادلش خودش رو حفظ کنه. داور متوجه میشه و تموم میکنه. TKO بعدی، تکنیکال ناکاوت های پیاپی رو داریم میبینیم. اینجا عجب لفوکی زد، بانگ، و تمام میکنه کار حریفه. ناکداونی بهش میده. دوباره در برگشت نگاه کنید، وحشتناک ضربه‌ای که میزنه، همه رو به همون صورت داره ضربه میزنه. رایت چپ، حریفش عجیبه که فقط هم یه فنو میخوره. رایت چپ و تمام راست و چپ وای میسته بالا سر حریف و TKO بعدی. دوباره محمد علی کلینچ میگه بیا جلو بزن، بیا جلو. پای گذار گوشه وایسادن خودش بوده، بیا جلو منو بزن. حریفش میخواد رقص پا به سبک خود محمد علی بره، نمیدونه جلو کی وایساده. جب رایت، شان ساوت رایت نخوابید. باز آپرکات های پیپی با دست چپ میزنه به سر حریفش. کافیه سرتو بیاری پایین. اینقدر آپرکات میزنه بند دستکشش هم باز شده ولی ول نمیکنه، پشتم داره ضربه میزنه. چند ثانیه به پایین راند بیشتر نمونده، در آخرم یه دونه آپرکات خوابون تو صورت. راند بعدی باز آپرکات چپ، گارد پایین داره ضربه میزنه. به داورم گفت بیا جلو ببین، مثل اینکه میخواد بگه تکنیکال ناکاوتش کنه. میبینی به داور میگه عجب بابا فایتریه این. خودش به داور میگه بیا جلو، این تموم کارش. تکنیکال ناکاوت بعدی. چقدر قشنگ عقب میره، در عقب رفتن ضربه میزنه به حریفش باز دوباره دفاع و گیج شده. فیلم بعدی رو ببینیم برای کیه. محمد علی که قرار بوده سوپر استار بشه، اینجوری سوپر استار شدنش شروع میشه. جب حریفش با جب هم یه ناکداون شد. باز جب، آپرکات. ببین وقتی حریف دیگه زیاد اینجوری بشه کاری نتونه بکنه، داور میاد تموم میکنه، چون بعضی وقتا مغزه دیگه نمیکشه، نمیافتن پایین ولی دیگه تمومه. اینجا داور میفهمه که کی تکنیکال ناکاوتش کنه. یه ضربه رو به محمد علی میزنه ولی در اصل نگاه کنید گیج داره میزنه، کاری از پیش نمیبره. محمد علی هم داره باش بازی میکنه و تمام. تکنیکال ناکاوت. مبارزه بعدیش. حریفش جب اومد بزنه، در برگشت عجب لفت هوکی زد و در نهایت با یه رایت پانچ حریفو ناکداون کرد. نگاه کنید به چه صورت حریفو ناکداون میکنه. میگه برو اون گوشه بیست، داره همزمان هم میشماره و کار حریف رو تموم میکنه. جب رایت. رقص پا رو ببین، عجب رقص پایی میره، چه بادی پانچی میزنه، مخصوص خودش این رقص پا. چقدر زیبا این کارو انجام میده محمد علی در سنگین وزن. در عقب رفتن به حریف ضربه میزنه و واقعا خوب کار میکنه. شگردش همین عقب رفتنشه، دفاعاشه و جا خالیایی که میده و در برگشت ضربه‌ای که به سر و صورت حریف میزنه. نقطه‌ای چپ راست آورد پایین با یه اوورهند. حریفو نگاه، پاش داره حرف میزنه با آدم. کجایی؟ شوت یا بغل پایی، چه ضربه هایی.
چه میکنه محمد علی بی‌نظیر و پیروز این مبارزه میشه. سونی لیستون راند اول، این خیلی تاریخی بود مبارزه. کیو اینجا ناکداون کرد؟ سونی لیستون بی‌نظیر رو یه جا خالی میده، یه دونه رایت پانچ میزنه و تمام. محمد علی جورج فورمن، مبارزه کاملش رو گذاشتیم در همین کانال. 1 ساعت مبارزه براتون گزارش کردم، چقدر استقبال کردین. اینجا تو راند هشتم در یک غافلگیری پیاپی شروع میکنه ضربه زدن به جورج فورمن پرقدرت و کالش رو تموم میکنه، ناکاوتش میکنه و تمام. محمد علی چه کرد اینجا با جورج فورمن؟ حتما ببینید اون مبارزه رو، حتما اگه ندیدید ببینید. بعد از این همه سال گزارش فارسی کاملش گذاشتیم براتون. خیلی مورد استقبال قرار گرفت. اینجا توی غافلگیری که فقط داشت کتک میخورد، پشت سر هم شروع کرد ضربه زدن به جورج فورمن و این ضربه لفتش این کارشو تموم کرد. اینجا جورج فورمن دیگه تو این حال و هوای زمین نیست، تو یه جای دیگه است. واقعا این رقص افتاد و همیشه میگفت I'm the best, I'm the greatest, I'm a champ. من بهترینم، من قهرمانم. و واقعا هم همینطور بود. محمد علی بزرگ. این هم چند تا از ناکاوت ها و تکنیکال ناکاوت هاشو براتون گذاشتیم که ببینید دوستان. مرسی از اینکه ما رو دنبال کردین. حتما اون برنامه رو کاملش رو ببینید، تو پلیلیست ها گذاشتیم، یه پلیلیست برای محمد علی جدا داریم. و اینکه لطفاً ما رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو هم بزنید که هر برنامه‌ای گذاشتیم بتونید اون رو ببینید. ما هر شب برنامه میذاریم، جا نمونین. مرسی از اینکه ما رو دنبال کردین. به سبک محمد علی، خدا نگهدار.